شوخیایی که حالا شوخی هم نیست، کار قشنگی نیست، ولی بالاخره این کارو بکنم. زغاله وقتی گداخته بشه اصلا کسی حتی فکر این که یه مشت از اینا برداره که نه، اصلا دست بهش بزنه، همچین فکری به ذهن کسی خطور نمیکنه که نزدیک این بشه. چه برسه میگه زغاله رو بردارن پرت کنن تو سرکله هم دیگه، باهاش رو دیوار چیز بنویسن، پودرش کنن، فوت کنن رو هم دیگه. این زغاله گداخته شده، کسی نزدیکش دست بهش نمیتونه بزنه، ولی یه خاصیتی پیدا کرده، حس خوب میده. همه دور هم جمع میشن دور آتیش، ساعت‌ها میشینن نگاهش میکنن، کیف میکنن. شما میشین مشتعل میشین، گداخته میشین از درون. کسی دست بهش نزدیکتون نمیشه ها. احترامه، ولی حضورتون حس خوب میده. جمع میشن، گرم میشن، آروم میگیرن، نگاهتون میکنن، حس خوب دارن بهتون. شما هیچ کاری نمیکنین، شما خودتون زندگیتون رو میکنین. اینا واقعیه، اینا اتفاق میفته.